آقای دکتر نوری‌زاده، با گذشت حدود یک هفته از رویدادهای مصر که به هر حال به برکناری محمد مرسی انجامید، یک بحث بسیار مهم در سطح جهانی هنوز وجود داره، حتی در داخل آمریکا، در سنا و کنگره آمریکا. بفرمایید که از نظر شما آیا این یک کودتا بود و بالاخره یا یک کودتا نبود؟ ببینید، اگر بخواید با مفاهیمی که در غرب رایجه قضیه رو بررسی بکنید، دچار همون اشتباهی میشید که آقای مکین شد. 32 میلیون مصری یا بیشتر بیرون آمدن و کسی رو که انتخاب کرده بودن عزل کردن، به این معنا نه اینکه در بیان و شورش بکنن. آنچه در مصر اتفاق افتاد یک انقلاب بود، در واقع تکمله انقلاب 2 سال پیش، به این معنا که مردم مصر آقای مرسی رو که انتخاب کردن، حالا در این انتخابات هم هزاران حرف هست، آقای مرسی تعهداتی در برابر مردم داد، ولی به هیچ کدام از اون تعهدات عمل نکرد، بلکه برعکس مصر رو به سوی اخوانیزه شدن پیش برد. دموکراسی در واقع به نوعی یک معامله است. مردم وکیلی رو انتخاب میکنن از جانب خودشون که اداره امور رو به عهده بگیره، چارچوب معینی، قانون اساسی مشخصی، و وقتی اون فرد تمام این وکالت رو در جهت تثبیت خودش و گروهی که به اون تعلق داره به کار برد، یکی از شروط نقض شده. به معنای دیگر عقود معمولا 2 طرف داره. وقتی یک طرف عقد رو نقض میکنه، طرف دیگر حق داره اون هم عقد رو نقض بکنه. این کودتا نیست. کودتا زمانی معنا پیدا میکنه که یک گروه نظامی قدرت رو به دست بگیرن و اعلام بکنن که کشور در شرایط فوق‌العاده است و اونا با یک شورای نظامی کشور رو اداره کنن. بارها نمونهش رو دیدیم در پاکستان، در کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، در جاهای مختلف، و حتی در مصر هم باز وقتی که شورای نظامی به ریاست آقای طنطاوی قدرت رو به دست گرفت، حتی در اونجا باز دیدیم که اداره امور رو به یک دولت غیر نظامی واگذار کردن. بنابراین میخوام بگم آنچه در مصر رخ داد با تمام متر و معیارهایی که بسنجن کودتا نبود، بلکه یک انقلاب مردمی بود که ارتش به جای اینکه روبروی مردم بایسته تصمیم گرفت در کنار مردم باشه. و امروز هم میبینیم که انعکاس آنچه در مصر گذشت در واقع در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی منهای ترکیه انعکاس بدی نبوده و در مجموع مردم از این اتفاق استقبال کردن و مواضعی که عربستان سعودی و امارات گرفتن عملا نشون میده که تا چه حد این تحول مورد استقبال بوده. آقای دکتر نوری‌زاده، یک بار در ماه گذشته اشاره کردید به رفتن امیر قطر. امروز میبینید که امیر جوان قطر زیاد حمایت نمیکنه از مسائلی که در مصر اتفاق افتاده، ولی همونطور که اشاره کردید عربستان سعودی و امارات میلیاردها دلار به حکومت جدید در مصر کمک کردن. آیا فکر میکنید که بخش وهابیت نوعی چیرگی پیدا کرده به بخش اخوان المسلمین برای دور کردن اخوان المسلمین؟ به هیچ وجه. همین امروز پیام پادشاه سعودی و ولیعهدش منتشر شده که به شدت اسلام سیاسی رو در واقع محکوم کردن و گفتن استفاده از اسلام برای بهره برداری سیاسی و همینطور استفاده از اسلام به عنوان یک ابزار برای به قدرت رسیدن محکومه و اشاره کردن اسلام دین تعادل و تسامح و اعتدالگرایی است و آنچه که داره اتفاق میفته در واقع مغایر با تعالیم شریعت است. نه، ببینید، مسئله وهابی یا اخوان المسلمین نیست. اخوان المسلمین سالها از حمایت سعودی‌ها برخوردار بودند. در دورانی که مورد ظلم بودن فرار میکردن از مصر، هزاران تنشون در سعودی به عنوان امام مسجد، استاد و غیره کار میکردن. ولی زمانی که اینها در مصر به قدرت رسیدن، روش و سیاستی رو که در پیش گرفتن در واقع در تعارض بود با روش و مواضعی که در دوران غیر حکومت بودن داشتن و این نه فقط سعودی ها بلکه بسیاری از کشورهای عربی و مردم رو نگران کرد، برای اینکه در مصر همیشه یه جامعه متعادلی وجود داشته. مصری ها همیشه دنبال اعتدال بودن. به همین دلیل هم شما اگه یادتون باشه در دهه 80 و دهه 90 تروریستای اسلامی قدرتمندی مثل جماعت اسلامی در مصر ظهور کردن، ولی مردم با بی‌اعتنایی به اینا و
همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی عملا اینها رو به شکست واداشتن، به گونه‌ای که رهبرانشون از زندان اعتراف کردن حتی که پرزیدنت سادات شهید بوده و کار اونا در کشتن سادات یک جرم بزرگه و همینطور محکوم کردن کشتن توریستا و غیره. میخوام بگم این جامعه مصری که تنوع مذهبی داره، از دوران صدر اسلام، دوران فاطمی ها، دوران ممالیک، همیشه مصر جامعه‌ای بوده با تنوع عقیدتی، تنوع مذهبی. معروف در مصر میگوین مصری ها قلباً شیعن و عقلاً سنی. بنابراین میخوام بگم اینا وجود نداشته، ولی اخوان که اومدن به مصر، اومدن و خط مذهبی رو برجسته کردن و تلاششون بر این بود که مصر تبدیل بشه به اخوانستان و خب این برای جامعه مصر قابل قبول نبود. مسئله این نیست، الان سلفی ها هم در مصر ناچار شدن، خیلی هاشون جانب ارتش و جانب آقای عدلی منصور رو بگیرن رئیس دولت موقت، به جهتی که حتی اونا هم از اخوان راضی نبودن، چون میدونستن این سیاست اخوان منجر به نفرت مردم از اسلام سیاسی خواهد شد. آقای دکتر نوری‌زاده، به چیزی اشاره کردید که این روزها زیاد در خاورمیانه شنیده میشه، جدایی دین از سیاست، از جمله به سخنان بشار اسد من اشاره میکنم. آیا به نظر شما نوید راه تازه‌ای پیدا شده در خاورمیانه، یعنی کشش جدایی دین از سیاست در منطقه؟ ببینید، مصر معروف به ام دنیا، حتی در سرود ملیشون به این مسئله اشاره میکنن، مادر دنیا و به طور قطع مادر جهان عرب. نفوذ مصر در جهان عرب از طریق فیلم ها، از طریق رسانه ها، از طریق روزنامه ها و از طریق هزاران معلم، پزشک، نرس، متخصص مصری که در کشورهای عربی کار میکنن، به ویژه در حاشیه خلیج فارس، هیچ وقت کم نشده. آنچه در مصر اتفاق میفته بازتابش سریعا در جاهای دیگه مشاهده میشه. ما الان در حاشیه خلیج فارس میبینیم حتی در قطری که حامی اخوان المسلمین هست، موج اسلامگرایی داره فروکش میکنه. به هیچ وجه مردم تمایلی به اسلام سیاسی نشون نمیدن. جوامع عرب اکثریت جوامع مسلمانند، به سنت ها پایبندن، سنت های پیشین مورد احترام هست. یه نمونهش رو در روابط زن و مرد میبینیم، ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که قبول کنن یک امام جمعه یا امام مسجد یا یک شیخ بیاد و بهشون حکومت کنه. به معنای دیگر جدایی دین از دولت در عمل تو این کشورها پیاده میشه. گویی که بعضی از قوانین نزدیک به اسلامن، شریعت به عنوان یکی از منابع قانونگذاری در قوانین اساسی ذکر میشه، ولی با این همه جوامع به طور کلی از اسلام سیاسی چندان دلخوش نیستن، خوشنود نیستن و تجاربی که در منطقه دیدن در مورد ایران، در مورد آنچه در تونس رخ داد، در مصر رخ داد و آنچه حتی اخیراً در ترکیه رخ داد، اینا عملاً به اون نقطه دارن میرسن که هرگاه حکومتی بخواد دین رو وارد معرکه سیاست بکنه، هم به دین لطمه میزنه و هم سیاست موفقیت نخواهد داشت و با شکست روبرو. آقای دکتر نوری‌زاده در انگلستان، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید.